فاذا قیل لک، هنگامی که بر تو گفته شود من ربک، پروردگار تو کیست، بر این تو باید جواب داشته باشی. فقل ربی الله الذی ربانی و رب جمیع العالمین بنعمه، پس بگو پروردگار من الله هست که ما را تربیت کرد، آفرید و ما را تربیت کرد و تمام عالمیان را با نعمت‌هایش نیز تربیت کرد. لیس معبود سوا، غیر او سبحانه و تعالی برای من معبود نیست. من ربک سوال میشود، در این سوال اولین سوالی که در قبر پرسیده می شود، سوال قبر که فرشتگان از بندگان، از هر بنده میپرسند معبود و پروردگار تو کیست؟ من ربک، و رب در لغت به معنای تربیت کننده، نگاه دارنده، تأیید کننده و در شریعت خالق، رازق، مالک، معبودی بر حق است. این معنای رب است. پس چی میگویی در جواب؟ ربی الله میگویی، پروردگار من الله است، اوست که مرا آفرید، رزق داد، پرورش نمود و مرا هدایت کرد. ربی الله، الله پروردگار من است، یعنی آفریدگار، صاحب ملک و تدبیر کننده امور من است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی الحمدلله رب العالمین، اولین سوره فاتحه الحمدلله، سپاس و ستایش از آن پروردگار است که رب عالمیان است. الذی ربانی، آن پروردگاری که من را تربیت نمود، او مرا آفرید، به حیات آورد، سپس ما را تربیت کرد، پرورش نمود. و رب جمیع العالمین بنعمه، که مرا و تمام عالمیان را با نعمتش تربیت کرد. بنعمه، با نعمتش، بعد در اینجا سببیه هست، یعنی که با سبب نعمتهایش کسی که ما زنده هستیم و از نعمتهای او استفاده میبریم. کلمه نعمتها در شکل عمومی آمده است. نعمتهای ظاهری، تن سلامتی بر دوام، رزق، روزی، خوراکه، پوشاکه، روشنایی، مال، حیات، زندگی، بیناییش، هر چیزی نعمتهای ظاهری. و نعمتهای باطنی باشد ایمان، اسلام، توحید، هدایت، راه سنت. حتی از لحظه اولینی که انسان در شکم مادرش آفریده می شود، از همون جا رزق الله بر این بنده تعیین می‌گردد. طوری که در حدیث آمده است، فرشته برای جنینی که در بطن مادر در 4 ماهگی قرار میگیرد، عمل آن، عمر آن، رزق و سعادتمندی که شقاوتمندی آن را کتابت میکند. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که از شما هست از جانب الله هست. هر رزق، روزی، هر سلامتی، حیات، راهنمایی از جانب اوست. لیس لی معبود سوا، در این حال باید تو بگویی که معبود بر حق جز او ندارم، من غیر او معبود ندارم. پس این جمله سیری توحید است. معبود بر حق ندارم، معبود دیگری را جز او عبادت نمیکنن. لیس لی معبود، نفی میشود، سواه شد، غیر او معبود دیگری ندارم، تنها او معبودی بر حق من است. پس این است معنای کلمه لا اله الا الله، نفی، رد کردن هر معبود باطل، اثبات نمودن عبادت از برای الله سبحانه و تعالی. همین است که الله میفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت حکم کرد، امر فرمود که جز او کسی دیگری را عبادت نکنه. سوره اسراء 23. و اما میفرماید ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء، این است الله پروردگار شما، هیچ معبود جز او نیست، او آفریدگار هر چیز است، پس او را عبادت نمایید. سوره انعام آیه 102. این آیه کریمه اثبات میکنه که عبادت تنها برای الله واجب است و شرک بر او آوردن این حرام است. بارک الله فیکم، الله خیرتون دهد. پس خلاصه اصلی اول که انسان در قبر سوال می شود، شناخت الله همچون رب، آفریدگار، رزق دهنده، نگاه دارنده، شناخت او همچون معبود، هیچ کس غیر او سزاوار عبادت نیست. و معنای کلمه توحید نفی کردن معبودان باطل و اثبات نمودن معبودی بر حق. پس این جواب در قبر باید باشد. پروردگار من الله است، او ما را با تمام عالمها و تمام عالمیان را آفرید، نعمت داد، پرورش کرد تا اینکه او را عبادت نماییم. پس این جواب تصدیقی واقعی کلمه لا اله الا الله است. الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش از آن پروردگار عالمیان است. دلیل بر آن که الله متعال اوست که سزاوار عبادت است، نه کسی دیگری. او سبحانه و تعالی تربیتگر تمام عالمیان است. الحمدلله رب العالمین، هر روز ما را میخونیم، هر روز تا 17 مرتبه این رو میخونیم، الحمدلله رب العالمین. این تمام نوعهای حمد و ثنا و سپاس ستایش از آن الله است. و حمد در زبان عرب الثناء باللسان على الجمیل اختیاری على جهت التعظیم و تبجیل، ثنا با زبان بر زیبایی با اختیار. این ثنا گفتن، حمد و ثنا گفتن الله سبحانه و تعالی با زبان خود اختیاراً، نه مجبوری، با تعظیم و بزرگداشت او سبحانه و تعالی. این معنای حمد است در لغت. اما در شریعت ذکر محاسن المحمود مع محبتی و تعظیم و اجلال، یادآوری صفات زیبای محمود الله با محبت و تعظیم در قلب. پس حمد او را گفتن، تعریف او را کردن، بر او محبت کردن
و بزرگ داشت نمودن او. الحمدو، پس این از حمد. الحمدلله میگوییم. امی حمد انا همین تعریف، محبت، بزرگ داشت لله از برای الله است، خاصی الله است. هیچ کس این سزاوار، این حق را سزاوار نیست مگر الله. تنها الله سزاوار حمد و ثنا است، نه کسی دیگری، نه چیز دیگری. الحمدلله کلمه الله در اصل از اله گرفته شده است و اله به معنای معبودی بر حق است، یعنی کسی که سزاوار عبادت است، شایسته عبادت است. الحمدلله رب العالمین میگوییم. رب عالمیان، رب یعنی تربیت کننده، صاحب عمومی آفرینش، تدبیر کننده، نگاه دارنده، تربیت کننده. رب العالمین، عالمها، عالمین جمع عالم است، عالمهای مختلف با نوعهای گوناگونش. تمام موجودات، همه آفریده ها، خواه مکلف باشد از انسان جن، خواه غیر مکلف، و عالمها خیلی گوناگون و زیادی هستند. اگر ما از عالم انسان بگوییم چی قدر لفظهای انسان گوناگون است، زبان انسان گوناگون است، شکلهای گوناگون دارند. اگر از عالم رستنی ها، چرنده ها، درنده ها، اگر عالم بحر را نگاه کنیم، یک عالم عجیب است. صدها هزار نوعهای ماهی هستند که هر کدی با خود نوعها دارند، عالمها دارند، در عالم خود زندگی می‌نمایند، با گروه خود هستند. پس هر چی غیر الله عالم است و ما هم از جمله این عالم داخل می‌شویم. پس برای چی این عالم رو عالم میگویند؟ الله گفت الحمدلله رب العالمین، رب عالمیان. عالم رو برای چی عالم میگن؟ عالم هستی میگن. برای چی عالم رو عالم میگن؟ چون این عالم به معنای علامت است، نشانه است، اشاره است، دلیلی بر وجود الله است که یک خالق هست. پس در این آیت اول سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین دو نوعی از توحید ذکر شده است. در یک آیه کلمه توحید الوهیت الحمدلله، تمام حمد و سپاس از برای الله است، تو از برای الله خاص قرار دادی، یعنی عبادت و حمد با حق برای الله اختصاص قرار میگیرد. توحید الوهیت میگویند. و توحید ربوبیت رب العالمین، رب است، مربی و تربیتگر، آفرینگر تمام این عالم، تمام این هستی است که دولت بر وجود و عظمت او رب میکند. این توحید ربوبیت است. یعنی ما با او سبحانه و تعالی هم صفت حق الوهیت رو میدهیم و هم صفت رب ربوبیت رو میدهیم. ما اون رو با این صفت ها میشناسیم. و سپس مؤلف میگوید که و انا واحد من جمله ذلك العالم، و من هم از فرد یا که از جمله این عالم هستم. یعنی انسان تنها یک جزء خردکک اندک از تمام این آفرینش الله است که تمام این هستی با ربوبیت الله پرورش می‌یابد و زیر قدرت او سبحانه و تعالی میباشند. الحمدلله رب العالمین. این دلالت میکند که الله سزاوار تمام حمد و ثنا و تمام عبادت هاست، چون این آیه کریمه همزمان توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات را در بر میگیرد. الرحمن الرحیم آیه 3 در حال شروع می شود. رحمان الرحیم است. پس همه عالم زیر ربوبیت او الله سبحانه و تعالی قرار گرفته است که او مالک مدبر است. پس ربوبیت الله برای همه مخلوق ثابت است. اما عبادت را تنها مسلمان با اختیاراً با اخلاص برای الله قرار میدهد و بس. پس کسی که پرسیده شد رب تو کیست، با اطمینان کامل، با اخلاص تام بگوید رب من الله است، پروردگار عالمیان است، او مرا آفرید، رزق داد و هدایت کرد، من هیچ معبود جز او ندارم. پس این است معنای حقیقی لا اله الا الله.